روزگاری در روستای فینیتو کت خدا آقا بالای منبر رفت و خب خودش داره میگه دیگه، من چی بگم، خودتان گوش کنید. آی مردم فینیتو، تمام بدبختی های روستای ما به خاطر فضای مجازیه. به هوش باشید که این سگ هار، این کانگوروی چموش، این یابوی علفی برکتو از روستای ما برده و بلای جون ما شده. فتنه و فتنه سازی تو فضای مجازی، فتنه و فتنه سازی تو فضای مجازی. یکی از دشمنان روستای فینیتو جانوری به نام تلگرام است که به جان زمینهای ما افتاده و تمام محصولات ما را به فنا داده است. جوانها برای خودشان گروه تلگرامی درست کردند، سکرت چت می روند، در پیوی هم وارد شده و توطئه می کنند. مخترع تلگرام اعدام باید گردد، مخترع تلگرام اعدام باید گردد. وای اگر کت خدا حکم ریپورت هم دهد. مثلثی تشکیل شده که یک رأس آن تلگرام، رأس دیگر آن اینستاگرام و رأس دیگر آن توییتر است. شورای ریش سفیدان فینیتو تدابیری اندیشیده اند که همه آنها را فیلتر بنمایندی. مرگ بر مخالفین فیلتر، مرگ بر مخالفین فیلتر. اینو قال این توییت ما رو ریت نکردی یا نه قول؟ کدوم هشتگ توییت کردی؟ اینو فوروارد کن ببینم. کت خدا که این جلوه بر محراب و منبر می کند، چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند. توییت می کند، چت می کند، شاخ و شاخ بازی.